بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت تمام همراهان عزیز. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشید. من هر وقت وارد از همین وبسایت میشم، هر وقت این عدد رو میبینم، یاد آرزوهای دوران خردترکی خود میافتم که هیچ وقت محقق نشدن. و وقتی که این عدد رو میبینم فکر میکنم که سالیان سال ما باید بشینیم تا 40,000 پناهنده و شخص آسیب پذیر به کانادا برسه و آرزوهای دیرینه از اینها محقق شود. امیدوار هستم که محقق شود. سخنان جدید وزیر مهاجرت کانادا رو با هم دیگه میشنویم. من این سخنان رو در نهایت به فارسی ترجمه میکنم و نتیجه‌ای که از این جلسه گرفته میشه رو با شما عزیزان در انتها و ختم از همین سخنان با شما عزیزان شریک میسازم. For Calgary, Forrest Lawn. It's a priority that an election needed to be called. The minister loves to say that 4,000 Afghan refugees have come to Canada. Only a Liberal would pat themselves on the back for meeting only 10% of their promises without any timeline or plan to complete the rest. It seems like only privately sponsored Afghan refugees have been arriving recently. Veterans, charities and NGOs have been picking up the massive slack left by this government. On what date will the remaining 90% of Afghan refugees be brought to Canada? The Honourable Minister of Immigration. Mr. Speaker, I thank the honourable member for his question, and if he wants to frame this in terms of the recent election campaign, I would point out that on this side of the House we campaigned on a commitment to bring 40,000 Afghan refugees. On the opposition side, they campaigned on a commitment to end the government-assisted refugee stream. He criticises our... I just want to make sure. Can we proceed? Okay, the Honourable Minister for Immigration. I missed his answer. Can he start from the top, please? Mr. Speaker, the truth hurts sometimes, but the reality is if the members of the opposition would like to frame this in the context of the recent federal election campaign, I would point out that the government campaigned on a commitment to bring 40,000 Afghan refugees to Canada. The Conservative Party of Canada campaigned on a commitment to end the government-assisted refugee stream altogether, Mr. Speaker. And if he's concerned about the timeline for new arrivals, we anticipate that on 2 charter flights tomorrow, an additional 520 Afghan refugees will land in Canada, and that's something we should all be proud of. خب همونطوری که دیدین این صحبت بین دو حزب بود، حزب لیبرال و حزب کانزرواتیو، که نماینده حزب کانزرواتیو وزیر مهاجرت کانادا را مورد انتقاد قرار داد و از اینها سوال کرد که شما تنها 10% از همین فرصت‌های پناهجویی را پوره کردین، یعنی تنها 10% از این اشخاص ها از افغانستان آوردین. اگر 40,000 هست تنها 4,000 از این اشخاص ها آوردین. باقی مانده از این چی وقت شما میارین؟ وزیر مهاجرت دولت کانادا اینگونه پاسخ داد که اگر ما 40,000 فرصت پناهجویی را پیشنهاد کردیم در دوران انتخابات، شما در دوران انتخابات این رو پیشنهاد کرده بودین که اصلاً میخواین همین پروسه مهاجرت رو شما کنسل کنین و در اینجا بود که یک جنجال خست. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره از همین وزیر مهاجرت سوال پرسیده شد که اگر شما چی وقتی این تعداد مهاجرین رو به کانادا میارین؟ اینها بعد از دوباره تکرار از همون موضوع در نهایت اینگونه پاسخ دادن که البته این سخنرانی رو براتون بگم که از تاریخ 6 دسامبر است. گفتن که ما برای فردا پیش بینی کردیم که 2 پرواز چارتر 520 افغانا از افغانستان خارج میسازه و به کانادا میاره. میبینین که حتی اینها در جلسات رسمی خودم وعده هایی میدن که این وعده ها تا هنوز چند روز هم گذشته از 6 دسامبر، امروز 14 دسامبر است، هنوز محقق نشده و دوباره حالاست که من پس به آرزوهای دوران خردترکی خود پس برمیگردم که هیچ وقت محقق نشدن و فکر میکنم که این عدد 40,000 به این زودی ها پره نمیشه
اشخاصی که واجد شرایط هستن شما میتونین برای زمین پروگرام ثبت نام کنین، مخصوصا کسانی که برای دولت کانادا کار کردن، اشخاصی که برای دولت کانادا هم کار نکردن و در گروه خطر هستن. فعالین مدنی زیاد از ما پرسان میکنن که ما برای کدام پروگرام ثبت نام کنیم. شما میتونین برای زمین پروگرام ثبت نام کنین. فعالین حقوق بشر، کسانی که ژورنالیست هستن، کسانی که همجنسگرا هستن، کسانی که اینها از اقلیت‌های قومی مذهبی هستن، شما تماما میتونین برای از این پروگرام ثبت نام کنین، ولی ثبت نام از این پروگرام متفاوت است. من لینک ویدیویی را که شما میتونین برای از این پروگرام ثبت نام کنین و تشریحات دادم که چگونه میتونین ثبت نام کنین در قسمت دیسکریپشن ویدیو میمانم. شما بالای لینک کلیک کنین و ویدیو رو مشاهده کنین. امیدوارم که این ویدیو بتونه کمک بسیار بزرگی برای شما عزیزانی که در گروه خطر هستین بکنه و جان شما را نجات بده. اگر مایل هستین تا در مورد اخبار جدید مهاجرت، ویزا، پناهندگی و فرصت‌های تحصیلی آگاه شوین، شما میتونید کانال یوتیوب مدابس سابسکرایب کرده تا از این اخبار جدید آگاه شوین. از اینکه تا این قسمت ویدیو همراه ما بودین جهان سپاس. امیدوارم که این عدد 40,000 زودتر پر شود و هموطنان از ما از سردرگمی نجات پیدا کنند. شما را تا ویدیوهای بعدی به خداوند بزرگ می‌سپارم. با تشکر از توجه شما عزیز.